استاد، خواهش من چنین است. در همین شهری غریبه استاد در روسیه چند جای کار داشتم. مثال استاد رد کردم از سبب استاد حرام بودنش، از سبب مثال خوب بودنش. و استاد از شما خواهش میکنم که یک دعای کرده باشه در حقم تا یگان کاری حلال و پاک یابیم، در نمازمون خلال نرساند، به نماز جمعه رفتن میشد نکند. استاد جان، طلب دعا از شما داریم و از شنوندگان استاد. بله، من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، خلاصه حدیث ها هست. به این لفظ فقها نقل میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که یک عملی را به خاطر الله ترک کند، الله تعالی از وی عوضی نمیده. لیکن امتحان هم میکند صبر شما را. انسان الله تعالی با بدی و با نیکی امتحان میکند. گاه کمبغلی داده امتحان میکند، گاه ها مشغول میکند، چنان مشغول میکند که برای عبادت وقت نمییابید از سرکاری را. وقتی که حاضر بیکار هستید بسیار خوب است. عین رمضان بیکاریتان میتونید به عبادت گذرانید. ماه رمضان هم الله کریم است. الله و من یتق الله یجعل له و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از الله تعالی تقوا کند، پرهیزگاری کند، عملهای صالح اجرا کند و از گناه دور ایستد، یرزقه من حیث لا یحتسب، از یک جای رزق میدهد که گمان نمیکرد. از جایی که گمان نمیکرد، به خاطرش نمیآمد، از همونجا الله تعالی رزقش وسیع میکنه. بنابراین انشاءالله این نبودن کارها این سرشوی پیشروی هست، سرشوی موفقیت است. یعنی خیلی بیکار میمونید که کار میکوید کار نمییابید، عین حال بیکارید. انا همین سرشوی موفقیت است. برای آنکه امروز شما کار ندارید، سراتان آرام است، شما وقتی که خواب میخیزید میتونید بسیار نقشه های خوب کشید. فقط فکری یک عمر کارگر ماندن فکر نکنید. یعنی در زیر یک آدم کار کرده آیلی گرفتن فکرش نکنید. همه وقت پیشروی فکر کنید. همه وقت یک کاری جستجو کنید که راهبرش خودتان باشید. خودتان به خودتان رئیس باشید. وقتی کارم خودتان تعیین میکنید، وقتی استراحت هم خودتان معین میکنید. همین خیلی کارهای جستجو کنید، آموزید. و این چنین یعنی در نمازها از الله تعالی یاردم پرسید. الله تعالی که واستعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و با نماز. صبر روزه بعضی ها تفسیر کردیم، عمومی صبر به کم بغلی، صبر به مصیبت های دنیا، صبر به طاعت، صبر از گناه، از این چیزا. وقتی که صبر میکنید به همین صبرهاتون از الله تعالی یاری میکنید. الله من یک ماه شد کارخانه هایی که مال حرام دارد و شبهناک دارد، به خاطری تو شده کار نکرده، صبر کرده ایستادیم. برای من یک امکانیتی درآمدی وسیع این رزق نصیبی روزی کن. دعا میکنید انشاءالله. ماه رمضان ماه دعا هست. بنابراین در ابتدای پیش از رمضان صحبت تفسیر آیات قرآن گفتیم. اونجا یک آیت در بین احکام روزه الله تعالی مود که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. در بین احکام روزه الله تعالی مسئله دعا را ذکر کرد. اگر بندگان من مرا پرسند که من در کجا هستم، بگو که من نزدیک هستم. اگر بنده مرا دعا کند، من دعای او را قبول میکنم. این در بین آیات احکام روزه گپ زد. یعنی که روزه مکان قبول دعا هست، موضع قبول دعا هست. بنابراین کوشش کنید در ماه رمضان دعای بسیار داشته باشید. انشالله موفق میشید، غمگین نشوید.